این که بگوییم بالاترین آمار فروش کلیه در کشور ماست افتخار است برای شما به خاطر فقر. این که بگوییم بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان داریم افتخار است برای شما. بیشک بسیاری از اموری که در ایران صورت میگیرد به بهانه پیاده کردن موازین شرعی است، به بهانه دفاع از اسلام است. میپندارند درست عمل میکنند، میپندارند خوب عمل میکنند، میپندارند از جانب خدا مأمور اقامه دین شده‌اند، در حالی که آن چیزی که دارد در ایران اتفاق میافتد مسئله دیگری است. اجازه بدید این کلام دیگر امام علی را با آن اشاره کنم، سخنم را ادامه دهم. امام میفرماید و من با این سخنان حکیمان زنده ام و معتقدم با این نکات است که ما میتوانیم و عزیزان ما در ایران نقد میکنند حکمروایان خود را. میفرماید اجور الناس من عد جوره عدلا منه، ستمکارترین مردم کسی است که جور خود را عدالت میشمارد، ظلم خود را دادگری میپندارد. مشکل ما الان این است که کسانی در ایران حکومت میکنند که میپندارند آنچه که میکنند به نفع مردم است. ما میخواهیم اگر نمیدانند با همین سخنان با آنها بفهمانیم که این امور به نفع مردم نیست، به ضرر مردم است. قرآن کریم در سوره کهف آیات 103 تا 105 به این افراد اشاره کرده. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، برای شما بگویم که زیانکارترین اعمال نزد خدا چه اموری است؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، آنها که کوشششان در حیات دنیوی از دست می رود، نابود می شود. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، آنها که میپندارند خوب عمل میکنند، درست عمل میکنند، ولی که اینها به خداوند و ملاقات او در آخرت کافر شدند، میپوشانند حق را. اینها بنده ما نیستند. به نظر میرسد مصداق آن حکومتی که ما امروز در ایران با آنها مواجه هستیم این آیه 28 سوره ابراهیم است. مستند سخن میگویم تا نتایجی که میخواهم در دنبال بگیرم اسنادش مشخص باشد. قرآن میفرماید الم تر الی الذین بعدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار، آیا دیده ای کسانی که نعمت خدا را کفران کردند، به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرزمین نیستی و نابودی رهسپار کردند؟ این همه شهید کار چه کسانی است؟ چه کسانی ما را به جایی بردند که پدران و مادران ما میباید هر روز سعی بین صفا و مروه از دفتر دادستانی تا دفتر زندان اوین کنند که آیا عزیز ما اینجاست یا آنجاست و جواب سربالا بشنوند و تحقیر شوند، نه یک روز، نه 2 روز، 1 هفته، 1 ماه و آخر هم جنازه خرد شده بچهشان را به آنها تحویل بدهند. این میشه دارالبوار، سرزمین نیستی. شما این سرزمین آباد را این گونه ویرانه کرده اید. پیامبر به ما 3 علامت برای منافق ارائه کرده است. واژه منافق را اینها از معنا تهی کردند و من امروز میخواهم منافق را آنگونه که پیامبر شناسانده است توصیف کنم. این حدیث را هم شیعه نقل کرده هم سنی، همه مسلمانان این حدیث را نقل کردند به زبانهای مختلف، ائمه ما هم اشاره کردند. پیامبر میفرماید 1 یا هر یک از این 3 علامت در هر کسی که یافتید اون فرد 2 رو، 2 چهره و منافق است. اون علامات چیست؟ اذا حدث کذب، وقتی که سخن میگوید دروغ بگوید. اذا وعد اخلف، زمانی که وعده بدهد خلف وعده کند، زیر قولش بزند. و اذا اتمن خان، زمانی که امانتی به دست او سپرده شود در اون امانت خیانت کند. دروغگویی، خلف وعده، خیانت در امانت.
خب این سه نشانه منافق از زبان پیامبر ماست. حالا با دولتی مواجه هستیم تورم 29% به بالا را 12% به پایین ذکر میکنند. آمار را دست میبرند. اکثر آمارهایی که از صدا و سیمای رسمی ایران به گوش میرسد آمار صحیحی نیست. اقتصاددانهای ایران چندین نامه نوشتند که این آمارها دستکاری شده است. خب وقتی آمار غلط تحویل بدهید خودتان هم نمیفهمید که جامعه را چگونه باید اداره کنید. کسی که سازمان برنامه و بودجه را منحل میکند 4 جلد کتاب بودجه را به یک دفتر 40 برگی دفتر میکند، تبدیل میکند، معلوم است که نمیتواند کشور را اداره کند. وعده میدهید، وعده هایی که داده شد ما میپرسیم من سنم اقتضا میکند، در زمان ابتدای انقلاب دانشجو بودم، دقیقاً اون وعده ها به یاد دارم. شعارهای ما در آن زمان آزادی، استقلال، عدالت بود. کدامی که این شعارها تحقق پیدا کرده است؟ جز مسئله استقلال در تمام مواد اصلی انقلاب رفوزه شده اید. نه آن آزادی که میخواستیم به دست آورده ایم، نه عدالتی که به دنبالش بودیم، نه اسلام بیریا و رحمانی. هیچ کدام از اینها محقق نشده است. قرارمان این بود که زندانی سیاسی نداشته باشیم. البته الان هم میگویند زندانی سیاسی نداریم. حتما بهزاد نبوی و تاجزاده که عمرشان را در سیاست گذرانیدند اینها هم زندانی سیاسی نیستند. 30 سال از این انقلاب گذشته است. ماده 168 قانون اساسی میگوید هیچ محاکمه سیاسی و مطبوعاتی نمیتواند برگزار شود مگر با حضور هیئت منصفه در دادگاه علنی. آیا تاکنون هیئت منصفه را شما شنیده اید نامش را؟ آیا دادگاه علنی به گوشتان خورده است؟ بعد دم از قانون میزنند، وقیحانه و گستاخانه دم از قانون میزنند. اگر قرار است قانون پیاده شود 170 اصل قانون اساسی که فقط اصل 4 اصل 110 اصل 56 نیست که واژه ولایت فقیه در آن نوشته شده باشد. فصل 3 قانون اساسی که حقوق ملت هست هم قانون اساسی است. این که مردم میتوانند راهپیمایی مسالمت آمیز بکنند هم جزء قانون اساسی است. این که تفتیش عقاید ممنوع است هم قانون اساسی است. این که هیچ کس را نمیتوان از داشتن وکیل محروم کرد جزء قانون اساسی است. دنیا به شما نمیخندد، فله‌ای روزنامه تعطیل میکنید، یک شب 40 روزنامه را تعطیل میکنید، فله‌ای دستگیر میکنید، فله‌ای محاکمه میکنید. کجای دنیا سراغ داریم 100 نفر در یک جلسه محاکمه شوند؟ کدام قانون به شما همچین چیزی اجازه داده است؟ فکر میکنید مردم ایران بیشعورند، نمیفهمند؟ این علامات منافق است که ما الان در متون دینیمان داریم. خب حالا با این صفات ما در مقابل این حکومت قرار گرفتیم. میگویند شما میباید سخن ما را فصل الخطاب بدانید، شما میباید اطاعت کنید. اگر کسی با سخن رهبری مخالفت کرد معادل این است که با امام زمان مخالفت کرده است، با پیامبر مخالفت کرده است، با خدا مخالفت کرده است. چرا؟ چون ایشان منسوب خدا هستند. به عنوان یک عالم دینی میگویم به خدایی که این گونه منسوبانی دارد میباید کافر بود، چون این خدایی نه حکمت دارد نه عدالت. هیچ نص معتبر دینی، هیچ آیه قرآن، هیچ حدیثی از پیامبر و ائمه نداریم که معتبر باشد و چون این سخنی از آن به دست آید. اینها آرزوها و امنیه های خود را بر زمان می آورند. آن چیزی که متن دین است عدالت است. هیچ فرد غیر عادلی را خدا هرگز بر گرده مسلمانان حاکم نمی کند. آن چیزی که ما از متون دینی میفهمیم این است که حکام ما نمایندگان ما هستند و تا زمانی حق حکم روایی دارند که وکالت ما را
همراه داشته باشند.